آخرین تماس از کوچه چراغ خاموش. باران از ساعت 3 صبح شروع شده بود و هنوز بند نمی آمد. خیابان انقلاب ساکت تر از همیشه بود. فقط صدای باران روی چترها و برخورد قطره‌ها با تابلوهای مغازه‌های خاموش شنیده می شد. سرگرد نادری قدمهایش را سریع‌تر کرد. تلفن شبانه اداره امروز حالتی متفاوت داشت. صدای دختر حمیدپور، نگهبان قدیمی بانک صادرات، هنوز در گوشش زنگ میزد. سرگرد، یه چیزی نیست سر جاش. گاف صندوق بازه ولی هیچ کس داخل نیست. وقتی رسید نیروها دور ساختمان را بسته بودند. هیچ نشانه ای از ورود اجباری دیده نمیشد. دوربین ها هم درست کار میکردند جز یکی، دوربین شماره 7 سمت کوچه چراغ خاموش. نادری خم شد و روی زمین چیزی دید. رد پای کفشی کوچک، تقریبا اندازه یک زن، اما روی اسفالت خیس فقط نیمه رد بر جای مانده بود. سرباز گفت رد را دنبال کنند. خودش وارد ساختمان شد. داخل اتاق گاف صندوق هوای سرد فلز و تهمانده بوی سیگار در هوا پیچیده بود. روی میز فنجانی نیمه خورده از قهوه باقی مانده بود. کسی عجله داشت. روی دیوار زیر ساعت دیجیتال یادداشتی چسبانده شده بود. با خطی دقیق و سرد نوشته بود: میدانستی ساعت 10 شب هیچ تلفنی از اداره تماس نمیگیرد؟ نادری در سکوت ایستاد. به ساعت مچیش نگاه کرد. پیام عجیب بود چون تماس را خودش حوالی 10 دریافت کرد. به سرعت دستور داد همه تماس‌های خروجی اداره بررسی شود. نتیجه حیرت انگیز بود. هیچ تماسی در آن ساعت ثبت نشده بود. باران تندتر شد. گویی شهر می‌خواست چیزی را بشوید. صبح فردا پزشک قانونی خبر داد نگهبان اصلی حمیدپور از ساعت 8 شب مرده بود. تلفنی که او زده بود از خطی ثبت نشده انجام شده بود. دقیقاً از همان کوچه چراغ خاموش. نادری به محل برگشت. کوچه باریک با تیر چراغی شکسته و دیواری پر از سایه‌های مرطوب. بالای تیرک یک جعبه تلفنی قدیمی قرار داشت. مخابرات سالها پیش آن را از مدار خارج کرده بود. درون جعبه یک سیم تلفن تازه به آن متصل شده بود. سیم از داخل ساختمان بانک رد می شد. نادری با دقت دنبال مسیر سیم رفت تا به پشت اتاق گاف صندوق رسید. جایی که دیوار تازه رنگ شده بود. ابزارها را کنار کشید و لایه رنگ را تراشید. دری کوچک مخفی آشکار شد. درونش زنی نشسته بود با لبخند آرام و لب‌هایی کبود. روی میز مقابلش نام نادری روی پرونده ای دیده میشد. پرونده قدیمی از سال 1397. پرونده قتل همسرش. نادری خشکش زد. آن پرونده را بسته بودند. بی مدرک، بی متهم. زن به آرامی گفت فکر می کردی همه چیز فراموش می شود؟ فقط باید بانک را باز کنم تا ببینی اسم واقعی صاحب گاف صندوق کیست. نادری جلو رفت، اسلحه در دست، ولی زن دیگر تکان نخورد. ساعت دیواری دوباره چشمک زد. همان صدای دیجیتال سرد در فضا پیچید. روی صفحه نمایش گاف صندوق رمز ورود با دکمه‌های خیس ظاهر شد. عدد دقیق شب قتل 29:13. در را باز کرد. داخلش تنها چیزی که بود ضبط صوت کوچکی بود که هنوز روشن بود. پخش صوت شروع شد. صدای خودش بود. در همان تماس شبانه. حمیدپور، حواست باشه.
من رفتم سراغش. نباید چیزی بفهمه. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. فقط تیک تاک ساعت شنیده میشد. زن آرام خندید و گفت حالا دروغ‌هایت به خودت زنگ میزند سرگرد. باران دوباره بالا گرفت. نادری از کوچه چراغ خاموش خارج شد، در حالی که صدای خودش هنوز از ضبط پخش میشد. هیچ کس نفهمید آن شب چه شد، اما فردا صبح گزارش رسمی اداره نوشت مرگ مشکوک سرگرد نادری در اثر سکته قلبی. مکان حادثه کوچه چراغ خاموش. در پرونده کنار اثر انگشت زن چیزی با خودکار قرمز نوشته شده بود: تماس بعدی با خودت خواهد بود. بله، همه ما میمانیم با پرسشی که در ذهن نادری تا آخرین لحظه تکرار میشد. آیا واقعاً صدایی که شنید صدای خودش بود یا کسی داشت از پشت مرز واقعیت با او حرف میزد؟